أينما كنا أينما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه ما برنامه رمضانی است. امروز حدیث ما درباره حجامه که عبدالله ابن عباس میگویند. این حدیث در بخاری است. احتجم النبی و هو صائم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالی که در حال روزه بودند حجامه کردند. حجامه این است که خیلی که در زمان قدیم یک شخص مثل اینکه قرنی حیوان میگن، شاخی حیوان میگن، به او رو میگرفت، به پوستی انسان دیگر میگذاشت و او رو میکشید، خون رو میکشید از بدن انسان. این رو پیامبر صلی الله علیه و سلم میکردند زیرا شفا است. این رو پیامبر صلی الله علیه و سلم در حال روزه چنین کار رو کردند. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که دو نفر رو دیدند گفتند افطر الحاجم و المحجوم. شخصی حجامه کننده و شخصی که خودش رو حجامه میکند این چنین و شخص دیگر این حجامه میگیرد، کننده و کرده شده، هر دو روزهشان را خوردند، افطار کردند. اکنون چگونه این حدیث رو جمع میکنیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم خودشون حجامه کردند در روزه وقتی که دو شخص را دیدن که در حال روزه حجامه میکند. علما در جمع این حدیث میگویند اول افطر الحاجم و المحجوم، گفتند که نزدیک است که شخص حجامه کننده روزهش را خورد، روزهش شکند، و شخص حجامه کرده شده نیست نزدیک است که روزهش را خورد، روزهش را شکند، از بین رود. زیرا در زمان قدیم با شاخ را میگذاشتند به جای اینکه امروزه آلت ها برآمده است و خون رو مس میکردن، یعنی میکشیدن که نزدیک بود که خون به حلقشان رود وقتی که حجامه میکردن. و این چنین شخص حجامه کننده خودش رو حجامه میکند، خون وقتی که از بدنش میبرد ضعیف میشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر دو نزدیک است که روزهشان از بین رود. بنابراین میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در ابتدا میگفتند که روزه شخصی حجامه کننده و حجامه کرده شده میشکند، میگفتند روزهشان را خوردند. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم خودشان را در ماه رمضان حجامه کردند. این حدیثی که خودشان را حجامه کردند میگویند این افطر الصائم و المحجوم رو حکمش رو از بین برده است، یعنی منسوخ شده است. این احتجم النبی و این نسخ کننده می باشد و این حدیث منسوخ می گویند. و دیگر جمع این حدیث این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است که در حدیث در مایان چیزی که ثابت است بر او مقدم است، یعنی او اولا است از چیزی که نفی میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم نفی کرده زدن که افطر الحاجم و المحجوم، اما خودشان حجامه کردند. ما این را میگیریم احتجم النبی و هو صائم، کسی که در ماه رمضان یا در روز روشن اگر حجامه کرد روزه اش نمیشکند. اما باید ما فقیه باشیم چگونه وقتی که یک شخص میخواهد که در ماه رمضان در روزه حجامه کند، میگویم که تو حجامه را به تأخیر گذار،
هنگامی که آفتاب می نشیند، وقتی که افطار میکنی سپس حجامه بکن، زیرا از این خلاف ها باید برآمد. یا اینکه یک شخص وقتی که در ماه رمضان حجامه کرد، به نزد ما آمد گفت من حجامه کردم، میگویم که یعنی روزه تو درست است، صحیح است. باید ما همچنان فقیه باشیم. حدیث وارد شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند، ثابت البنانی شاگرد انس ابن مالک به انس ابن مالک میگوید که اکنتم تکرهون الحجامة للصائم على عهد النبی صلی الله علیه و سلم؟ قال لا الا من اجل الضعف. ثابت البنانی گفتند که از انس پرسیده شد که آیا شمایان در ماه رمضان در روزه شما یعنی حجامه رو بعد می دیدیدین رو حجامه کردن جایز نبود؟ برای چی پیامبر صلی الله علیه و سلم من کردن؟ انس ابن مالک گفتن که پیامبر به خاطر اینکه حجامه کننده وقتی که حجامه میکند خون از بدنش میبراید، ضعیف میشود، برای همین پیامبر نکنیتون میگفتند. و اینچنین شخصی حجامه کننده نزدیک است که به حلقش خون رود، وقتی که میکشید به دهانش شاخ رو میگذاشت به پوستی حجامه کننده میماند و خون رو میکشید، نزدیک بود که به حلقش رود. بنابراین این حدیث ها آمده است، علم ها حدیث ها رو بر ما جمع کردن. یعنی خلاصه این جمع حدیث ها این است که کسی که حجامه کرد روزهش نمیشکند، اما شخصی که میخواهد که حجامه کند ما میگوییم که در یعنی حجامه رو به تأخیر گذار، تا که از این خلاف ها باید ما براییم. این بود هدیه رمضانی درباره حجامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.